سلام، توی ویدیو امروز میخوایم راجع به این صحبت کنیم که بمب‌های سنگرشکن اصلا چطور کار میکنن و چه بمب‌هایی الان در دست استفاده توی ارتش آمریکا هستن. باید 3 تا از اینها رو نام ببریم، البته بمب‌های دیگه‌ای هم بودن اما به صورت معمول این 3 تا رو دارن استفاده میکنن. قسمت اول یا بمب اول BLU 109 هستش که این البته 109 حدوداً سال 1970 ساخته شده و میتونه 1.5 متر خودش رو توی زمین فرو ببره، 1.5 متر توی زمین فرو بره یا توی بتون، یعنی میتونه اون سنگرها یا اون بانکرهایی که تا 1.5 متر بتون هستن رو هم توشون نفوذ داشته باشه که اینها رو قبلا توی کویت هم استفاده کردن. مورد بعدی GBU 28 هستش که نشانگر لیزری داره، با لیزر کنترل میشه و هدایت میشه و میتونه تا 6 متر خودش رو توی خاک، سنگ و بانکرها یا سنگرها خودش رو دفن کنه تا 6 متر، که حالا اون 6 متر هم اندازه یه ساختمان 2 طبقه است دیگه. مورد بعدی که خیلی گزینه اصلیه که احتمالاً با این میخوان به ایران حمله کنن GBU 57 هستش که میتونه تا 60 متر خودش رو در خاک و در سنگ های مختلف، حالا بستگی به اون سفتی سنگ داره، و در بتون خودش رو دفن کنه که میبینید به اندازه یه ساختمان 20 طبقه میشه تقریبا. یه آدم معمولی کنارش همچین اندازه‌ای داره که تقریبا 5 متر میشه. میگه این شکل آیرودینامیکش باعث میشه که خیلی مستقیم حرکت کنه و زیاد افت کارایی نداشته باشه و حدوداً 14 تن هم وزنشه. میگه این وزنش باعث میشه که توی اون حدی که میخواد، یعنی تا حد همون 60 متر بتونه داخل زمین یا بتون نفوذ کنه و اون بانکرها و اون سنگرهای زیرزمینی رو مورد حمله قرار بده. میگه این قسمت اصلی که این سلاح داره اون قسمت بادی یا بدنه اون هست که یه آلیاژ خیلی خاصی از آلومینیومه اگر درست خونده باشم، و این وزنی که این بمب داره 80% وزن اون بدنش هست، اون بدنه‌ای که قرار اونو توی زمین دفن کنه و به خاطر همین وزن زیادی داره. Inside this cover, you will find the following components. At the front is the nose fuse well, all of which are joined by a fuse conduit. میگه قسمت جلو که فیوز اولیه هست یا جی فیوز هستش، حالا جلوتر راجبش صحبت میکنه، و خود اون سر جنگیش 2 تن بیشتر نیست، 2 تن و 200 کیلو بیشتر نیست و بقیه وزنش وزن اون آلیاژی هستش که قراره توی زمین دفنش کنه. یه سیستم 2 فیوزه داره که حالا جلوتر راجبش صحبت میکنه. قسمت پشتش هم قسمت های مختلفی هستن که حالا اسمهاشون رو نوشته، ولی 2 تا قسمت اصلیش همین قسمت جی پی اسش هستش و اون قسمت ترمالش هست، ترمال باتری، اگر نمیدونم دقیق چی نوشته بود. میگه توی همچین حمله‌ای که چی میگه، یه حلقه اتصال بین قسمت پشتی و جلویی بمب، این آنتن تلمتریش هستش که اون دستورات رو از ماهواره میگیره. این پشم
نگرفتمش. خب و این هم قسمت این یه جورایی کد شکنشه، یه کدها خب دیگه به صورت کد ارسال میشه به آنتن. توی این قسمت این کدها دیکریپت میشه، به عنوان فرمان اجرایی در میاد. این فرمان ها میرن به بالها و بالها رو کنترل میکنه که دقیق تر بتونن همون قسمتی که دیکود میکنه این فرمان ها رو وصل میشه به بالک ها و بالک ها با چرخیدنشون موشک رو کنترل میکنن. خب تا اینجا اگر براتون جالب بوده حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره و موضوعات بعدی رو میتونید توی کامنت ها بهم بگید و بریم ادامه. این بمب کوچیک‌تر است. میگه حالا بیایم نگاه کنیم این بمب کوچیک‌تر چطور کار میکنه. این بمب برعکس اون بمب قبلی یعنی GBU-57 قسمت جلویش قسمت کنترل، اون بمب قبلی قسمت پشت قسمت کنترل بود، الان اینجا قسمت جلو قسمت کنترله که حالا 650 پوند دقیقش رو نمیدونم چقدر میشه، اما میگه که این 80% TNT و 20% هم پودر آلومینیومه و اینها هم که حالا بالک های عقب ترشن. سایزش هم تقریبا 5 متر میشه به اندازه 2.5 تا آدم، حدوداً 5 متر. و میگه قسمت حدوداً 14 اینچه و قسمت بیرونیش هم از آلیاژ نظامی ساخته شده که خیلی سفته، خیلی محکمه و میگه قسمت میانیش هم اون قسمتی که خب منفجر میشه. اما با توجه به این که حالا این میتونه توی 6 متر عمق بره، یعنی 6 متر بتون داشته باشه، این میتونه 6 متر توی اون نفوذ داشته باشه. اما اگر این پشه دوباره اومد، اما اگر ما یه ساختمونی داشته باشیم که 6 متر عمق نداره، مثلا قسمت‌های بتونی خیلی کوتاه‌تری داره، میتونه توی اون نفوذ بهتری داشته باشه. میبینید میتونه یه همچین نفوذی داشته باشه و بره توی قسمت‌های پایین‌تر ساختمون و اونجا منفجر بشه. میگه حالا بریم توی قسمت هزینه ها ببینیم هزینه ساختشون چقدر میشه. GBU-57 بین 400 تا 500 میلیون دلار قیمت ساخت هر کدوم از این هاست که اگر حالا 500 میلیون دلار، آره دقیقش نفهمیدم چی گفت، دقیقشو نفهمیدم. GBU-28 حدود 1000 تا 100,000 تا 150,000 دلار قیمت هر یه دونه از این هاست و این هم 25 تا 84,000 دلار بین هر کدوم از این بمب ها قیمتشونه. میگه چطور کار میکنن. قسمت اول، بمب روی B2 اسپریت سوار میشه، یکی از حالا جنگنده که نمیشه گفت، بمب افکن هایی که از این بمب ها زیاد استفاده میکنه. GBU وقتی ارسال که نمیشه گفت پرتاب میشه، باید توی ارتفاع مناسب و سرعت مناسبی باشه که بمب به بالاترین قابلیت خودش برسه. GPS و همینطور اون منطقه که نمیشه گفت دستگاه هدایتش از GPS میلیتاری استفاده میکنه، GPS نظامی استفاده میکنه. قسمت سوم، اون دیتا ها میرسن به آنتن و بعدش میرسن به بالک ها و بالک ها خیلی دقیق تر اونها رو هدایت کنن. و حالا با توجه به اون هدایت ها باعث میشه که بمب جای دقیق بخوره. به خاطر اینکه تراستر همون موشک پشتی رو نداره، با استفاده از بالک ها و خودش رو کنترل میکنه تا به اون جایی که باید برسه. میگه قسمت سختش اینجاست، یعنی قسمت چهارم
قسمتی که قرار انفجار صورت بگیره. خود بمب هم که اینو چند بار گفت 14 تن تقریبا وزنشه و وقتی میخوره توی ساختمون تا قسمت‌های عمیق‌تر میتونه بره. حالا اگر یه ساختمون روی اونجا باشه میتونه تا عمق بره و خودش رو به قسمت‌ها و بانکرهای زیرین ساختمون برسونه و وقتی خودش رو به اونجا رسون که منفجر میشه طبیعتاً. حالا قسمت 5ش که قسمت حالا فنیش هستش 2 تا فیوز داره. تایم دیلی. یکیش جی سنس، یکیش تایم دیلی. یعنی چی جی سنس؟ یعنی گراویتی، همچین چیزی فکر کنم. اولی وقتی میخوره فعال میشه، یعنی بمب به یک جایی برخورد میکنه فعال میشه، و دومی یک دیلی بهش میده، یعنی یک تایمی بهش میده که اون بمب خودش رو در اون منطقه‌ای که باید، اون عمقی که باید دفن کنه و بعد منفجر بشه. جی سنس وقتی میرسه به اونجا و تایم دیلی هم زمانیه که صبر میکنه تا اون به عمق مناسب برسه. میگه میتونه یک ارثکویک کوچیک، یه دونه زمین لرزه کوچیک ایجاد کنه که حتی بانکرها اگر دقیقاً مورد حمله قرار نگرفته باشن باز اونجا خسارت ببینن. میگه حالا میگن این خیلی بمب بزرگی، مسیو اردینیتن همچی چیزی، MOB. این فرقش با اون یکی بمبشون چیه؟ یعنی مادر همه بمب ها MOB فرقش با این چیه که الان داره میگه دوتاشون خیلی سنگین وزن هستن و با توجه به این وزن زیادشون دوتاشون حالا با هم اشتباه میگیرن. میگه فرقشون اینه که مادر تمامی بمب ها اینجوری طراحی شده که روی زمین منفجر بشه، یعنی در لحظه برخورد همونجا منفجر میشه، اما اون یکی تا عمق میره. MOP تا عمق میره و روی سطح منفجر نمیشه و باید خودش رو تا عمق 60 متر حد اکثر تا 60 متر خودش رو دفن کنه بعد منفجر بشه. و میگه فرق دیگه شون اینه که B2 مثلا یکی از بمبرهای، یکی از جنگ بمبر قاطی کردم، یکی از بمب افکن‌های سنگین وزن نمیتونه اون مادر بمب‌ها رو حمل کنه و مادر بمب‌ها باید با یه همچین هواپیمایی که 330 هستش حمل بشه و تو اون منطقه انداخته بشه. این دیگه برای وقتیه که دیگه چیزی به نام دفاع هوایی اونجا وجود نداره. من بعضی وقتا توپق میزنم، همزمان دارم اینو توی گوشم میشنوم، پس ازتون معذرت میخوام. و هر دوتاش هم از سیستم هدایت GPS استفاده میکنن که توی دوتاش شبیه به همه. داره میگه که 13 آوریل از مادر بمب ها توی افغانستان استفاده شده توسط آمریکا و باعث شده که اون سیستم تونل های طالبان کل اکسیژنش کشیده بشه توسط این بمب و اون تونل ها هر کی داخلشون بوده نابود شدن و تمام. ممنونم توی این ویدیو هم با ما بودید و خدا نگهدار شما.